دریافت بیشتر باید داشته باشید. خودتون استاپت، کارای یک زن رو نکنید، این خالیه. همیشه به این فکر کنید که اون میتونه جلو بیاد ولی نمیاد. همیشه به این فکر کنید که اینقدر میگی زنتم. آیا تماسی به خانه ما اتفاق افتاده؟ آیا کسی به خانه ما قدم گذاشته؟ خانواده‌ای به خونه ما قدم گذاشته؟ نه، به این فکر کنید که این پسر هر ثانیه اراده کنه میتونه تشریفش رو بیاره خونه شما، ولی نمیکنه این کارو. پس شما بیشتر بهش ندید، بیشتر دریافت کنید، چون شما که نمیتونید برید خونه اونه که میتونه بیاد خونه شما و هنوز نیومده، اراده نمیکنه بیاد با خانواده‌اش خونه شما. خب پس بهش امتیاز ندید، وظایف همسری واسش انجام ندید. این خالیه. چرا وظایف یه همسر واسش انجام دید؟ و اینکه من تو ویدیو قبلم گفتم دیگه دوست دختر کسی نشید. با کسی که آشنا میشید خیلی حساب شده برید ببینیدش. اصلا اگه میگه هر شب باید ببینم تو، من خیلی عاشقتم، این لاو بامبینگ، این بمباران عاطفیه، باورش نکنید. شما هفته 2 بار 3 بار بیشتر نرید بیرون، تایماش هم بیشتر از 1 ساعت نباشه و میک شور کنید که فقط بیرون میرید، مطمئن شید که فقط بیرون